درود بینندگان ارجمند، برنامه ادانه فصل ارشاد را بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. مردم شریف تاجیکستان با سعی و تلاش وطن دوستانه و فداکارانه به خاطر حفظ ارزش‌های ملی، استقلالیت دولتی، صلح و ثبات و وحدت ملی این امتحان سنگین تاریخ را پس سر نمودند و همکنون 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را ما و شما با روح بالیده تجلیل می نماییم. در تاریخ هر خلق و ملت واقعه های بزرگ و مهم رخ می دهند که سرنوشت من بعده و راه رشد آنها را برای سالیان زیاد معین می نمایند. استقلال دولتی برای مردم تاجیک از جمله چنین رویدادهای بزرگترین تاریخی می باشد که در تقدیر خلق کهن بنیاد ما گردش کلی به وجود آورد. از این لحاظ این صحنه سرنوشت ساز برای ما مقدسترین جشن می باشد. استقلال برای مردم شرفمند تاجیک امکانیت فراهم آورد که اختیار دولتداری را به دست خود گرفته به سوی زندگی آسوده، اعمار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی راه وسیع گشایند. بعد از 1000 سالهای استقلالیت خواهی مردم ما به این نعمت یزدانی دسترس یا کامیاب گردید و از همین لحاظ استقلالیت برای مردم ما این آزادی شخصی هر یک شهروند تاجیکستان، آزادی فرهنگ ما، آزادی تاریخ ما، آزادی فکر و اندیشه های ما البته می باشد. استقلال بی‌بهاترین نعمت است که یک انسان همیشه آرزو دارد. مفهوم آزادی مفهوم است که هستی انسان، هستی معنوی و فرهنگی انسان را در خودش گنجایش داده است. یعنی یک انسان می تواند در فضای آزاد انسان باشد و تمام هنر و استعداد و مهارت خودش را در محیط آزاد رشد دهد و هیچ مفهوم مثل مفهوم آزادی ذهنها را متوجه خود نمی سازد. یعنی خرسندی آور است مفهوم آزادی، چون که آزادی آبادی است. آزادی با دست خود ساختن سرنوشت خودش است. آزادی مفهوم است که جامعه را می سازد، ملت ساز است. استقلالیت این به دست آوردن صاحب اختیاری در ساحه هم اقتصادیات، هم فرهنگ، هم سیاست، هم حیات اجتماعی و ایدئولوژی است. یعنی همچون صاحب دولت مستقل ما باید راه خود، سمت خود را داشته باشیم و برای هم مردم خودمان و هم برای اطرافیان و دیگران مستقلیت و صاحب اختیاری خودمان از آن خودمان بوده را نشان داده توانیم. صاحب استقلالی به مردم شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت. طی دوران صاحب استقلالی ملت کهن بنیاد ما با تجربه سابقه دولت و دولتداری مرحله تقدیرساز رسیدن به صلح و وحدت ملی را پس سر کرد و در شاهراه عملی نمودن نقشه های عظیم سازندگی که هدفشان با تقدیر نسل های امروز و آینده پیوند مستقیم دارد قدم های استوار گذاشت. کشور ما در نتیجه فتنه و دسیسه بدخواهان داخلی و خارجی به گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار شده، خطری از بین رفتن دولت جوان تاجیکان و پراکنده گردیدن ملت به واقعیت تلخ و دهشتناک تبدیل یافته بود. تحکیم استقلالیت دولتی، صلح و ثبات کامل و فضای آرام و آسایشته در دیار تاجیکستان همون حکم فرما بوده.
خب از فیض و برکت آن سطح و صفت زندگی، خب معرفت و جهان بینی، خودآگاهی و افتخار ملی مردم بالا گرفته، تاجیکستان به سوی عملی سازی هدف‌های سازنده و بنیادکاری قدم‌های استوار می‌گذارد. خب تحکیم استقلالیت دولتی امکان داد که با در نظر داشتی دستاوردهای این دوران خب مقام و مرتبه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به مراتب بالا رفته، رشد معتدل نظام اقتصادی ملی مملکت تامین کرده شده، در زمینه خب ارزش‌های والای کنستیتوسیا برای بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد که در مد اول احترام و رعایت و حفظ حقوق آزادی انسان و شهروند می‌ایستد تشکل یابد. در شرایط کنونی جهانی شوی، همگرایی منطقوی و برخورد تمدن‌ها، تأسیس دولت ملی خیلی و خیلی مهم هست، زیرا دولتداری ملی و غایه ملی قادر هست که در چنین حالت، یعنی وقتی که تهاجم‌های اطلاعاتی هستند، جنگ‌های پسیخولوژی هستند، قادر هست که به آن تاب آورده تواند. و محض به همین خاطر ملت که خود یک غایه متحد کننده هست و دولتداری ملی هم فعالیتش نه اینکه با حمایت نمودن منفعت های یک ملت، بلکه یا افضلیت دادن به یک ملت، بلکه افاده منفعت های عموم است. ولی این غایه متحد کننده هست که به از ارزش های عمومی بشری منشأ میگیرد. در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که سال 1992 در شهر باستانی خوجند برگزار شد، در این جاده و پیش از همه در راه قطع خونریزی نخستین قدم ها گذاشته شدند. به شرافت استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، حکومت کشور برای عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی همه زمینه‌های ضروری را فراهم آورد و در یک دوران نچندان طولانی تاریخ ده‌ها لایحه حیاتاً مهم صنعتی و انرژتیکی و اجتماعی را تطبیق کرده، هزارها کیلومتر راه‌های زمانوی و نقب و پل‌ها بنیاد نمود که امروز همه آنها به منفعت مردم شریف تاجیکستان خدمت کرده ایستادند. قبول رمزهای دولتداری از قبیل پرچم، سرود و نشان به معاملات برآوردن پول ملی، فراهم آوردن شرایط برای رشد زبان، فرهنگ و سنت و عنعنه‌های ملیمان به ما محض به شرافت استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی میسر گردید. امروز استقلالیت برای ما دست داد که به دستاوردهای بزرگی ملی برسیم و میتوان گفت که محض با شرافت استقلالیت امروز جمهوری تاجیکستان آبرو و نفوذ خود را در سطح بین المللی آشنا گردانید و محض استقلالیت بود که همکاری دو جانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی وسعت و تقویت یافت. میتوان گفت محض استقلالیت و دستاوردهای استقلالیت بود که امروز پرچم جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی بالافشان است و با شرافت استقلالیت تحول نظام های بین المللی و نظامی مناسبت های بین المللی، نظامی سیاست اجتماعی و داخلی در حال رشد قرار گرفت. استقلالیت دولتی همچون دستاورد بزرگ و واقعی نادر و فرح بخش تاریخی برای رشد تمام ساحه‌های حیات کشور در راه دولت سازی و دولتداری نوین شرایط مساعد فراهم آورده. در این روند بهر تحکیم مقامات دولتی از جمله حاکمیت سودی
خب برای بلند برداشتن مرتبه مقامات دولتی خب کارهای نظارت به انجام رسانده شدند و از جمله مقامات حاکمیت سعودی اگر گفته گذاریم خب در تطبیق همچون شاخه مستقل حاکمیت دولتی در تطبیق عدالت سعودی، حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند، امنیت دولت و جمعیت و اینچنین تامین ترتیبات و قانونیت روز تا روز نفوذ کلان پیدا نموده ایستاده است و گفتم به مورد است که از روزهای اولی خب به دست آوردن استقلالیت دولتی و قبول گردیدن اولین قانونها که تنظیم کننده فعالیت مقامات سعودی می باشند خب برای تشکل نظام سعودی شرایط مساعد فراهم آورده. در این راستا مخصوصا در این ساحه اصلاحات آغاز گردید و امروز نیز با مرام ادامه دارد که این برای مستحکم نمودن پایه‌های حاکمیت سعودی فرح بخش می باشد. کشور عزیز ما که 30 سال باز استقلال به دست آورده است در راه رسیدن به استقلال سیاسی و معنوی و فرهنگی کارهای خیلی بزرگ و شایان و نظررسی را انجام داده است. از نظر فرهنگی مثلا برگزار نمودن جشنواره‌های زیادی که بعد از استقلال در کشور عزیز ما صورت گرفت برای زنده نگه داشتن حافظه تاریخی مردم ما یاری سودمندی کرد. زیرا استقلال یک کشور به زنده کردن حافظه تاریخی به یاد گذشته استوار و پایبرجای نخواهد بود. مثلا همین جشنگیری 1100 سالگی دولت سامانیان، جشنگیری 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی و بسیار بزرگانی که میراث آنها همچون شناسنامه ملی مردم ما شده است در زمان استقلال صورت گرفت. توسط رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن سنت سرنوشت ساز کنستیتوسیا برای بنیاد دولت معاصر دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی تاجیکستان زمینه گذاشت. ثمره دوران استقلال و آزادی دولت تاجیکان می باشد. در ظرف 30 سال حکومت کشور به تشکل جهانبینی ملی دقت اولین درجه داده نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی به کمال رسانیدند و امروز می توانند دلپرانه اظهار نمایند که در قلب آنها محبت تاجیکستان عزیز نقش استوار پیدا کرده است. اگر ما با تاریخ 30 ساله استقلالیت دولت خود نظر اندازیم، آن را میبینیم که بسیار نیک میبینیم که عموما ترقیات کشور ما به درجه های بسیار بلند رسیده است. حتی امروز همه آنهایی که بار اول بعد از 30 سال از تاجیکستان دیدن میکنند انگشت حیرت میگذارند که چطور تاجیکستان با پس سر نمودن جنگ شهروندی، با پس سر نمودن این قدر مشکلی هایی که مثلا در سطح مرزی داشت و امروز به این کامیابی ها نائل گردیده است. امروز در همه ساحه های حیات خارجگی خلق البته پیشروی ها به نظر می رسد. ما توانستیم که در طول این سالها 3 هدف استراتژی کشور را با پررگی به انجام رسانیم تحت سروری پیشوای معظم ملت و امروز در نزد ما هدف 4 هدف صنعت کنونی با سرعت کشور ایستاده است که این هم علاقه برای این هم زمینه های بسیار مستحکم گذاشته شده‌اند. نائل شدن به استقلالیت دولتی در سالهای 90 عصر گذشته و قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز یکی از ارزشمندترین دستاوردهای ملت ما محسوب می‌یابد، چون کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سال 1994
این یک حجت سرنوشت ساز هست که با دست خود تاجیکان نوشته شده است و در آن تمام آرمان‌های ملت تاجیک تجسم واقعی و حقوقی خود را یافته‌اند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را دستاورد ارزشمندترین ملت تاجیک محسوب دانسته تاکید داشتند که قبول کنستیتوسیا ارزشمندترین دستاورد مردم و دولت تاجیکان در انتهای عصر گذشته محسوب می‌یابد و این نتیجه تلاش‌های جامعه عدالت پرور بر نائل شدن به مرحله‌های تازه رشد و انکشاف و معرفی کشور ما به جهانیان میباشد. همزمان احیای فرهنگ و بلند برداشتن مقام و مرتبه زبان تاجیکی در عرصه بین المللی، این هم یکی از آرمان‌های ملت تاجیک است که امروز جهانیان ملت تاجیک را میشناسند. معیارهای بهترین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این ماده 34 می باشد که در آن گفته شده است مادر و کودک زیر حمایه و غمخواری مخصوص دولت قرار دارند. معیار دیگری کنستیتوسیونی این ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان می باشد که در آن انسان حقوق و آزادی‌های او بهترین ارزش همچون ارزش عالی اعتراف کرده شده است و باید بگوییم که فقط در سمت رشد حقوق و آزادی‌های کودک جمهوری تاجیکستان در مدت 30 سال، یعنی که در یک مدت کوتاه تاریخی به دستاوردهای نائل گردیده است که بعضی دولت‌ها نمی‌توانند در مدت 50 حتی 100 سال چنین دستاوردها را نائل گردند. یکی از اولین سندهای بین المللی که جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان اعتراف نمود و آن را به تصویب رسانید این کنونسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک می باشد که هنوز سال 1993 بود. و چخیلی که ما می‌دانیم طبق ماده 10 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سندهای حقوقی بین المللی که از جانب تاجیکستان اعتراف شده اند به نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند و معیارهای سندهای حقوقی بین المللی آنها ولایت دارند نسبت قانونهای جمهوری تاجیکستان و پیوسته قانونهای جمهوری تاجیکستان به معیارهای بین المللی مطابق کرده می شود و نه تنها از نقطه نظر زمینه‌های حقوقی رشد حقوق انسان و از جمله رشد حقوق و آزادی‌های کودک، بلکه جهت تأمین نمودن زمینه‌های تشکیلی و اینستیتوشنالی رشد حقوق و آزادی‌های کودک زمینه‌های خیلی به قوت گذاشته شدند. حالا ما می‌توانیم با افتخار و سرفرازی از این منبر بلند تلویزیون اعلان کنیم که دستاوردهای استقلال دولتی بی‌نظیرند. استقلال و آزادی، استقرار صلح و ثبات سرتاسری و وحدت ملی راه مردم ما را به سوی عملی گرداندن دگرگونی‌های بنیادی جمعیتی و سیاسی باز نمود. استقلال ملی همچنین به حیث عامل متحد سازنده خلق تاجیکستان امکان تاریخی پیش آورد که ما در کشورمان با تکیه به ارزش‌های از جانب عموم پذیرفته شده ته کرسی تشکل جامعه شهروندی را گذاریم. سبق دیگر دوران صاحب استقلالی این است که نیت و آرزوهای هر فرد جامعه و نقشه و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تنها در صورت دولت آباد و آسایشته، دولت حقوق بنیاد و صاحب اختیار و نیرومند و استوار بودن ما در شرایط صلح و ثبات سیاسی و وحدت ملی عملی می گردند. صلح و وحدت این یگانه و اولین دستاورد زمان استقلال برای ما است. چون اگر صلح و وحدت نمیشد
амнияти мо побарҷо намешуд, имрӯз мо дар дигар соҳаҳо рушд намекардем ва истиқлолияти мо бо ин бузургие ки то ин рӯз расид ва умедвор ҳастем ки садсолаҳои дигар тӯл хоҳад кашид, мо то ин ҷо намерасидем. барои ҳамон нақши истиқлолият дар сулҳу амният ва ваҳдату ягонагии кишвар бисёр муҳим ва назаррас мебошад, чун тамоми ин соҳаҳое ки мо зикр намудем бо самара ва баракати истиқлолияти давлатӣ ба даст омадааст. интихоби дурусти роҳи минбаъдаи пешрафт имконият фароҳам сохт ки тоҷикистон равобити худро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври муназзаму бомаром рушд дода дар байни давлатҳои мутамаддини олам мавқеи сазовори худро пайдо намояд. то имрӯз давлати мо бо зиёда аз 160 кишвари ҷаҳон робитаҳои дипломатиро роҳандозӣ намуда, бо онҳо муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо судмандро тақвият мебахшад ва пайгирона густариш медиҳад. маҳз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки имрӯз мо дар мустақилият қарор дорем ва маҳз ҷонфидоӣ ва бунёдкории пешвои миллат буд ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун як кишвари мустақил ба арсаи байналмилалӣ бароварда шавад ва аз фаъолияти сиёсати хориҷӣ ва сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муайян аст ки моҳи сентябри соли 1993 аз минбари баланди созмони милали муттаҳид ҳадаф ва вазифаҳои бунёдкории ҷумҳурии тоҷикистонро ба марази гӯем арсаи ҷаҳонӣ шинос гардониданд ва бо ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз кишварҳои ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад ва хотирнишон бояд намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи он кишварҳои амну босубот дар шароити муосир ва дар ҳамин раванди ҷаҳонишавӣ дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. маҳз сиёсати хиратмандона ва сулҳҷӯёнаи пешвои миллат буд ки имрӯз тамоми қишри ҷомеаи кишвар ба сулҳу субот расидаанд. нақши истиқлол бояд ба тарзе бошад ки тамоми тоҷикони саросари дунёро муттаҳид кунад. ғояи истиқлолҷӯии кишвари азизи мо, ҳар як фарди ҳамватану соҳибватану ҳар як тоҷику ҳар як умуман шаҳрванди кишвари азизи мо бояд ба ҳадде бошад ки ғояҳои инсондӯстиву маърифатпарваронаи он барои тамоми тоҷикони дунё ва умуман барои кулли башарияти дунё судманду писанд ояд. мо бояд ваҳдату иттиҳоде ки дар замони соҳиб истиқлолӣ ба даст омадааст ҳаминро боз ҳам мустаҳкамтар кунем. ба қавли саъдӣ мӯрчагон чун бикунанд иттифоқ шери жаёнро бидаронанд пӯст. тоҷикистони соҳибихтиёри мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва даҳҳо созмони байналмилаливу минтақавӣ дар ҳалли мушкилоту масоили мубрами замон саҳми назарраси худро мегузорад. дар муддати начандон тӯлонӣ 4 ташаббуси ҷаҳонии тоҷикистон дар соҳаи об дар сатҳи созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ки гувоҳи обрӯи баланди байналмилалии кишвари азизамон ва эътирофи нақши он дар пешбурди масъалаҳои мубрами марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. ҷалби ҳарчи бештари таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба дарёфти роҳҳои муассири муқовимат ба хатару таҳдидҳои замони муосир аз қабили терроризм، экстремизм,
قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکل فراملی سمت دیگری تلاش‌های پیگیرانه دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. خلق با شرف و سربلند تاجیک با عزم و اراده قوی و زحمت بنیادکارانه همه هدف و نقشه های پیش بینی گردیده را عملی کرده تاجیکستان عزیزمان را در آینده نزدیک به یک کشور نیرومند و پیشرفته تبدیل می دهد. در برابر پیش از همه تنجی و آرامی که به طفیل همین جانفدایی ها در تاجیکستان با وجود آمدن، ما توانستیم علاقه در نیمه سالهای 90 همین مسئله مهم را حل کنیم. مخصوصا در سالهای علاقه 97 و 98 در بازار استعمالی تاجیکستان علاقه فراوانی با وجود آمده بود. مسئله کمچینی علاقه از بین رفته بود و خوشبختانه امروز در این ساحه در بازار استعمالی ما همه مالهای استعمالی فراوان است و مفهوم کمچینی قریب جای ندارد. مرحله دیگر بعد این وظیفه می ایستد که ما باید که همین بازار استعمالی و بازار کارخانه ها رو با محصولات و خدمت رسانی های استحصالی وطنی خودمان پر کرده توانیم. ما حاضر فراوانی را اساساً از حساب آن سیاست خیلی خوبی پیش گرفته حکومت دولتی تاجیکستان که درهای گشاد اعلان کردن، نرخ آزاد بازار اعلان کردن و در نتیجه هر یک صاحبکار، هر یک استحصال کننده شخص دوم را خریدار مال خود حساب میکرد و به همین واسطه مالها را به بازار برآوردن و در حقیقت فراوانی بازار تامین شد. تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت امکان دادند که در دوام سالهای 1997 2021 سرعت رشد اقتصاد ملی همه ساله در سطح بلند تأمین و در حجم واقعی مجموع محصولات داخلی 5 برابر زیاد گردد. در دوره صاحب استقلالی کشور بیش از 1600 کارخانه صنعتی، زیاده از 2000 مگاوات اقتدارهای نوی انرژتیکی، 2200 کیلومتر راه ماشینگرد سطح بین المللی تجدید و بنیاد و 220 کیلومتر راه آهن ساخته به استفاده داده شدند. با تلاش‌های سازنده حکومت و مردم کشور، 2 اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون یعنی انشاءات تقدیرساز عصر و آینده درخشان تاجیکستان به استفاده داده شدند. دستاوردهای محوری استقلالیت رو باید ما به طور ذیل معرفی کنیم که اول حفظ استقلالیت دولتی، بعدتر کنستیتوسیا، بعدتر وحدت ملی. در سمت سیاست خارجی که یکی از دستاوردهای اساسی سیاست خارجی این تشکیل نمودن وزارت کارهای خارجی بود و همین محض استقلالیت بود که و زوده استقلالیت می باشد وزارت کارهای خارجی. به واسطه بعد از وزارت کارهای خارجی ما اصولی درهای باز را در عرصه بین المللی برآورده کردیم و همین اصولی درهای باز برای ما امکانیت داد که همکاری بسیار جانبه خود را در دایره سازمان‌های منطقوی و بین المللی به راه مانیم و جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری مستقل در عرصه جهانی آشنا بگردانیم. سببگاری اساسی نگاه داشتی این دولت مستقل، سرور دولت، پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت با متانت، با یک مردانگی و با یک میهن پرستی و وطن دوستی توانست ملت تاجیک را با هم آورده این مستقلیت را در تمام جهان یعنی اعلام داشت. امروز تاجیکستان به حیث یک دولت مستقل اعضای جهانی یعنی عضو عمومی جهانی سازمان ملل متحد است و همچون یک دولت صاحب استقلال شناخته می شود و در این روند دولت تاجیکان
همچون یک جامعه حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی شناخته شده است و ما نسل امروزه از آن فخر باید کنیم که همقرن چنین شخصیت بزرگ سرور دولت هستیم و در فضای صلح و ثبات عمر به سر میبریم و من بعد نیز به خاطر برای نسل نورس میراث گذاشتن یک دولت پیشرفته باید تمام کوشش های ما رو به خرج دهیم که یعنی زیرکی سیاسی و میهن پرستی و وطن دوستی خود را از دست نداده بهر یک پرچگی دولت خیش خدمت کنیم و به نسل آینده خیش یک دولت پیشرفته پرقناوت باقی گذاریم. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان همیشه تاکید می نمایند که حس بلند مسئولیت در نزد تاریخ ملت تاجیک و تقدیر امروز و آینده خلق تاجیکستان هر یکی ما را وادار می سازد که استقلال و آزادی دولتمان یعنی مقدسترین و بزرگترین نعمت زندگیمان را با تمام هستی حفظ کنیم، هوشیار و زیرک باشیم، در غفلت نمانیم، زحمت کشیم و قرض فرزندی خود را در نزد وطن عزیزمان به جای آریم. ما برای حفظ همین استقلال، غایه های نجیب استقلال باید زن و مرد، کودک و دانشجو، طفل و مکتب بچه هر یک تمان باید سهمگزار باشیم، سهیم باشیم. نگوییم که ما مثلا زن هستیم یا خانه نشین هستیم یا سهم نداریم. ببینیم اون طرف مرز، ببینید حال بانوها چی است. آزادی که ما در این طرف مرز بانوهای ما دارن نعمت بی‌بها است. برابر با جان انسان برابر است. ما باید به همین قدر همین گونه آزادی برسیم، حفظ کنیم همین آزادی را که زنهای ما امروز آزادانه در فضای تنج و آرام مکتب میروند، معارف میروند، برای تحصیل میروند، راننده هستند، ترالبوس های میکنند، ماشین میرانند. مثلا این گپی کم نیست، گپی سهل و ساده نیست. یعنی این آزادی فراهم آورده است برای ما. این نعمتی بی‌بهای استقلال است. اصلا مردم ما از قدیم طبیعتا مردم آزادی دوست هستند، آزادی پرست هستند و همیشه آزادی خودشان را که احساس میکنند کوشش میکنند که این آزادی فراگیر باشد. یعنی آزادی هیچ قوم و قبیله را محدود نکردند در طول تاریخ، برعکس آزادی پراکندند و همون منادی آزادی فرزندان اصیل و نمایان مردم ما بود. کوروش کبیر مثلا مؤلف اعلامیه حقوق بشر و وجود آورنده یعنی پراکنده کننده تخم آزادی بود در جهان. ما اگر خودمان را وارث حقیقی همان میگیریم با تمام جان، با تمام حسی مسئولیت همین آزادی را باید امروز حفظ کنیم، در استواری بینای آزادی ملت عزیزمان سهم گذاریم، خشت‌های الهیده را برای آن گذاریم. اگر از دستمان کار بر نمی آید اقلا در تازگی محیط اطراف خودمان سهم گذار باشیم. یک ناپاکی و یک نادرستی که در شأن آزادی کشور عزیز ما استناد می آورد و ننگ می آورد، برای برطرف کردن آن سهم باید بگذاریم. باز می گویم که تمام مرد و زن، تمام طفل و مکتب بچه و تمام کودک و کودکستان های دانشجوها سهیم هستند. باید همه دست جمعانه برای استواری آزادی ملت عزیز خیش، کشور عزیز خیش سهم بگذاریم. خاک مقدس است کشور عزیز ما. استقلالیت این ارزشمندترین دستاورد ملت و خلق تاجیک است و آن برای صلح و ثبات، وحدت و همدیگر فهمی تمام خلق تاجیکستان زمینه اساسی حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورده است و ما باید استقلالیت، وحدت و این صلح و ثبات کامل را مثل گوهرک چشم خود حفظ کنیم. مردم شریف تاجیکستان به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری نوین خود، صلح و ثبات و وحدت ملی
بیش از پیش سعی و تلاش کرده به سوی دستاوردهای بیشتر قدمهای استوار می‌گذارند و نفوذ و اعتبار مملکت را در عرصه بین المللی باز هم استوار می‌گردانند. از منبرهای بلند و در پیام همساله خود پیشوای ملت تاکید میگویند که ما با جوانان خود افتخار میکنیم و جوانان امروز آینده دولت هستند. محض امروز که قشر جامعه کشوری ما 70% جوان تشکیل میدهند، باید ما این استقلالیت دولتی رو، مقدس وطنی رو، مقدسات رو باید حفظ نماییم و ما جوانان باید ترغیب و تشویق استقلالیت دولتی خود رو زیادتر برهمونیم و وحدت ملی، استقلالیت دولتی برای ما امکانیت تحصیل نمودن داد، برای ما آزاد صحبت کردن داد، برای ما آزاد زندگی کردن داد. از این رو ما باید به این گوییم یک نعمت خدادادی که به ملت تاجیک داد و با دستگیری های پیشوای ملت امروز ما باید به پیش برویم و در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای ملت عمر به سر بریم. همایون باد استقلال تاجیک، دل از فخر مالامال تاجیک، پیامی سبز آرد کفتر عشق، به گوش ملت خوشفال تاجیک. جهان تاجیکان رنگ در رنگ، خجسته می شود اقبال تاجیک. طلوع تازش آمد دوباره، ز بعد آل سامان آل تاجیک. ره فردای ملت گشت پر نور، ز فیض خنده اطفال تاجیک. وطندارا وطن را دوست می‌دار، وطنداری بود آمال تاجیک. به جام جم بیاورد باده مهر، که در وحدت بود اقبال تاجیک. کهن سال و کهن اجداد و دهریم، نباشد ملت امثال تاجیک. به سر باید دویدن ای عزیزان، به پابوسی استقلال تاجیک. بگذار نور خورشید استقلالیت تا ابد روشنگر حیات جامعه ما گردد. بگذار جشن مقدس استقلالیت برای هر فرد صاحب دل و آزاده کشور پیش از همه سلامتی، بخت و سعادت و فتح و کشایش ها آورد. 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز.